آموزش گلیم و قالی رو بهتون ارائه میدم. برای اینکه بتونید ویدیوهای بعدی منو ببینید حتما دکمه سابسکرایب رو فشار بدین تا زنگوله فعال بشه و بتونید آموزش بعدی ما رو ببینید. امروز یک گلیم ساده ببافیم. برای ساختن یک گلیم ساده باید این وسایل رو داشته باشیم. یکی نخ چله کشی، بعد نخ پشمی یا نخ کاموایی، فرقی نمیکنه، از هر کدوم داشته باشیم مشکلی نیست. یه دونه دار که میتونه یه چارچوب یا فلزی باشه، چوبی باشه یا قاب عکس میتونه باشه، یه دونه لوله یا تخته، یه دونه که قطرش 3 تا 5 میلیمتر باشه و یه تخته هم که 2 میل باشه، این قسمت ضخامتش 2 میل باشه و یه دونه هم دفه میخوام. حالا ما میخوایم اندازه این اندازه یک گلیم درست کنیم. میایم اول چله کشی میکنیم. برای چله کشی اول میایم یک نخ برمیداریم، این نخ قبلیمون میچینیم، این نخ چله‌مون برمیداریم، یک گره میزنیم، 2-3 دور میریم که گرهمون محکم بشه. همیشه سعی کنید که وقتی چله میخوایم بکشین چله ها وسط دارتون باشن، یعنی این طرف یه فاصله باشه، اینم یه طرف، یعنی اگه 1 سانتی این طرف فاصله میذارید این طرف هم 1 سانت فاصله بذارید، حتما چسبیده نباشن به راستروهای دار. خب بعد اینو میاریم اینجا و این شیار دار، این راحت میتونید با درست مقابل بالا و پایین اولی رو فقط 2 بار بکشیم که لبه کارتون محکم تر بشه. بعد میریم بعد تو هر شیاری یکی قرار میدین. حالا که شما شیاردار ندارین میتونین هر یه چله فاصله بذارین، یه چله فاصله بذارین بعد بکشین. ببینید بچه‌ها این حتما باید روی کنار هم باشه، فاصله هاتون زیاد نشه. این کار رو انجام بدین و هر وقت میرین بالا شستتون رو بذارین و نه خوب بکشین. کشش با یکسان باشه، خیلی نه شل و خیلی نه صفر. قشنگ توی شیارا بذارین. وقتی میایم بالا این قسمت میایم بالا، ببینید اینجا رو دوباره با شست میگیریم، میایم پایین، دوباره میایم بالا، هر قسمت رو با شست میگیریم که این شل نشه. شل بشه یه چله‌تون شل میشه، یه چله صفر. پس تو هر قسمتی میذارین. این کار رو حتما قشنگ انجام بدین. در هر صورت یه طرف رو حتما انگشتتون رو بذارین که جا به جا نشه. حالا شما شاید این پایین صاف باشه نامرتب میشه، بعدش با انگشتتون میتونین با ناخوناتون اینو صافش کنین. ببینید اینجا الان کج شده، باید صافش. اینم نخ تاب خورد. این چیزا هست وقتی نخون بزنید اطراف. قشنگ چله چون تابش زیاده این حالت پیش میاد. فقط حواستون باشه که
حتما کار رو مرتب انجام بدیم. حالا دارای بزرگتر 2 نفر باشین که مثلا یکی بگیره یکی بکشه. ببین دست من انگشتم اینجا نبود، الان کلا ریخته بود به هم. هر جور راحت هستین بکشین. شما اندازه کاری که میخواین چله کشی میکنین. حالا این 20 تا خونه داره، اندازه 20 تا خونه ما چله میکشیم. اینجا میان نخو نمیشه، میان نخو میچینیم چند دور فقط و گرهش به پایین دارمون گره اضافه‌رم میچینیم. خب حالا بین تارهای زیر و رو یه مقوا میذاریم. این الان این چله کشی دورو میگن. خب یه مقوا میذاریم زیر این که دیدمون بهتر بشه. بعد میایم این چله ها رو زیر و رو میکنیم. این اولی که گفتیم دوتاست. هر جایم که نامنظم بود با نوک انگشتتون مرتبش کنیم. این طرف هم نگاه میکنیم یکسانه.
حالا میام زیر اولی نه دومی، اولی نه، یکی در میون، زیر و رو، زیر و رو. پس اولی نه دومی، اولی نه دومی. با این ساختار میرین جلو و تخته کارتون رو میذارین. اولی نه دومی، پس یکی در میون. اگر اشتباه کنید باید دوباره باز کنید. الان ببینید قشنگ یکی در میون شد. حالا باید برعکسش رو انجام بدید. یه تخته صاف سعی کنید شما پیدا کنید. این حالا کج و معوجه، ولی خب حالا باید برعکس این کار کنید. این زیره شما میارینش رو، اینو میارین رو. بعدی که روی تخته است باید بره زیر. پس اولی میاد رو، دومی میره زیر، بعدی میاد رو، همینطور تا آخر. هر جا زیره میاد رو، رو میره زیر. اینو میاریم رو، خب زیر رو، زیر رو، یکی در میون. این کارو تا آخر انجام اشتباه نکنید. حتما دقت کنید اونجایی که زیر هست بیا رو، اونجایی رو هست بره زیر. این بازم ادامه میدیم. خب بعد این زیر رو کردیم میبریمش بالا. خب اول کارو میتونی چند را با همین، البته یه کار دیگه هم باید بکنیم، پایین تخته رو سفت محکم میبندیم که حرکت نکنه، چون تخته حرکت میکنه، ممکن حرکت کنه حین کار بالا پایین بشه. برای همین با یه نخ میبندیمش. کارمون کج نشه، بگیره ساده. حالا میتونین با حالت کرباس باف یک مقدار با همین چله ببافین. هم میتونین اینطوری شروع کنین، هم میتونین از نخ کاموا یا نخ پشمی استفاده کنین، فرق نمیکنه. از هر کدوم خواستین استفاده کنین. اول باید طرحتون رو داشته باشین که چی میخواین به دست بیارین.